سلام، امیر ملکدار هستم، کارشناس خودرو. با ما همراه باشین با کارشناسی یه پراید مدل 91. یه سری از ماشینا هستن که به ما مراجعه میکنن بدنه ماشین بیرنگه ولی از لحاظ شاسی خوردگی دارن، که حالا اکثر پرایدها هستن که پشت چرخشون سینی‌هاشون ترک داره یا حالا شاسی‌هاشون ضربه جزئی داره. این یه نمونه از همین پرایداست که بیرنگه ولی شاسیاش ضربه جزئی داره، پشت چرخاش ترک داره. حالا می‌خوایم بهتون نشون بدیم. همونطور که تو ویدیوهای قبلی بهتون توضیح دادیم، برای دیدن شاسی و سینی‌های پشت چرخ از داخل چرخ‌ها فرمون رو به یه سمت میدیم که بتونیم اگر جوش یا ترکی پشت چرخ وجود داشت ما بتونیم ببینیم. حالا ما این ماشین رو فرمونش رو به یه سمت هدایت کردیم. همونطور که میبینین سینی پشت چرخ ترک خورده و به شاسی هم رسیده. حالا از داخل اگه بتونیم بهتون نشون بدیم که اکثر این پرایدا بوکسل بندی که این جلوه، بوکسل بند به جدول یا جایی میخوره که بوکسل بند هم الان خم شده و این باعث میشه که شاسی یا سینی پشت چرخ ترک میخوره. بعد از این که جلو رو ما دیدیم، حالا میریم فرمون رو به سمت مخالف حرکت میدیم که بتونیم از پشت لاستیک هم ببینیم. از پشت سالمه و هیچ ترک و جوشی وجود نداره. برای مشاهده داخل چرخ‌ها که تو ویدیوهای قبلم توضیح دادیم، حتما قبلش کارواش برین که داخل چرخ‌ها رو شستشو بدن، که الان همین ماشینم اگر پشتش رو دیدین که ما نشون دادیم بهتون، پر روغن بود و خیلی موقع همین روغن باعث میشه که دیده نشه. حتما قبل از کارشناسی داخل چرخ‌ها کارواش ببرین ماشینو. حالا بریم اون سمت ماشین. حالا میایم این سمت خودرو. همونطور که میبینین سینی پشت چرخ این سمت سالمه. حالا جهت لاستیک رو دوباره به یه سمت دیگه میدیم و میریم از پشت نگاه میکنیم. و از پشت هم هیچ ترکی و چیزی وجود نداره. حالا میریم سراغ شاسی ها و کف صندوق عقب. موکت رو در میاریم و همونطور که میبینین اینجا سینی عقب خوردگی داره. این قسمت سینی عقبه. کف صندوق هم که از اینجا شروع میشه دیگه. سینی عقب خوردگی جزئی داره. حالا میریم از زیر شاسی های عقبش هم نگاه کنیم. همونطور که میبینین از این بوکسل بند تا به جلو رفته این قسمت شاسی ماشینه. حالا میایم جلوتر. این قسمت کف صندوقه که از داخل دیدیم خوردگی نداره. این سینی میبینین شکاف خورده که از داخل هم معلوم بود ضربه خورده. اینو شکاف دادن که صافش کنن، که صافکاری کنن. حالا میریم جلوتر. دوباره از این بوکسل بند تا به انتها شاسیه که اینم سالمه. این خودرو همونطور که در ابتدای ویدیو بهتون گفتیم بدنه کاملا بیرنگه، ولی خب تو ویدیو دیدیم شاسی سمت شاگرد خوردگی داره و سینی عقبم که خوردگی جزئی داشت که نشون دادیم از زیر شکاف خورده بود و صافکاری شده بود. ما رو حمایت کنی که ما هم بتونیم پر انرژی تر براتون ویدیوهای جذاب بذاریم. ممنون از همگی.